تو ویدیوی 2 هفته قبل یه سری لباسای زمستونیمو گذاشتم کنار. توی ویدیوی هفته قبل بهتون گفتم انقدر بی‌حوصله‌ام که حتی این لباسایی که گذاشتم کنار همینجور یه گوشه موندن. خب امروز دیگه میخوام برم سراغ اون لباسا، جمع جورشون بکنم و شما رو میخوام همراه خودم داشته باشم. رفتم از انباری پایین خونه چمدون بزرگم رو برداشتم، چون هم باید ببینم توش چی دارم و مرتبش بکنم و همین که لباسای زمستونی که گذاشته بودم کنار رو بذارم توی این چمدون. این چمدونه رو آوردم اینجا اصلا ببینم این تو چی دارم. تابستون که تمام شد 2 تا چمدون و توش لباس تابستونی و اینا رو گذاشتم. یه دونه چمدون کوچیک‌تر بود که همه چی ارگنایز کردم، یه ویدیو هم راجبش گرفته بودم، همه چی رو لیبل زدم، ولی این یکی چمدونه رو همینجوری ریختم مثلا توش، واسه همین اصلا نمیدونم توش چی دارم. از استوریجی که پایین داریم یه سری وروسیله می‌خواستم اونا رو همینجوری ریختم این تو، واسه همین مثلا فکر نکنید که من این اسمش چیه روبو مثلا تو چمدونم نگه میدارم. اینا از این ترافل بگ هاست، بگ های مسافرتی که بهشون خیلی نیاز دارم. کلا اگه اون ویدیو هم که واسه تابستون بود و نگاه کرده باشین میبینین که تمام اون لباسای تابستونی من توی این بگ های مسافرتی کاتگوری بندی کردم و دسته بندیشون کردم. اینا رو هم پیدا کردم، به نظرم چیزای خوبیه برای اینکه سیمامون و اینا رو بتونیم توش ارگنایز بکنیم. و مثلا یه سری چیزا پیدا کردم اینجوری من مثلا اینجور چیزا داشتم. اینا هم باز مثلا برای برگای مسافرتیه، چیزای خوبیه. مثلا اینو پیدا کردم اینجوری این چیه، این کجا اومده، اصلا یادم نمیاد نه کجا آوردم. آها ببین دنبال کفشام میگشتم، مثلا خبر نداشتم کفشام این تو بود. اون یکی چمدونه رو انقدر خوب ارگنایز کردم توی مثلا خود حتی روی چمدونش هم برچسب زدم که توش چی دارم، ولی این یکی رو نکردم. 2 تا لنگ جوراب. چرا آخه واقعا چه کاریه من کردم. جوراب، باز هم جوراب، کفش، باز هم کفش و یک بارونی. موقع مرتب کردن یه جایی، حالا میخواد یه باکس باشه، یه کمد باشه، هر چیزی، اول از همه خالیش بکنید. الان که همه وسیله‌های چمدونم رو ریختم بیرون، میخوام همه چی رو دسته بندی بکنم، گروه بندی کنم، ببینم که اصلا چی دارم. خب اینا که همش از این برگای مسافرتیمه، ولی باز اینا رو میتونم بهتر دسته بندی بکنم. اومدم برگایی که مثل همدیگه هستن رو توی همدیگه گذاشتم که هم پخش و پلا نشن هم گم نشن. اینجوری وقتی هم بهشون نیاز دارم میدونم که همشون یه جا هستن. خب اینا اینجا قشنگ این چمدونه چیزایی بودش که نمیدونستم. اینو زمستون داشتم دنبالش میگشتم و پیداش نمیکردم. توی میتونم کلاهام و اینا رو بذارم. بعد این هم فکر میکنم میدونم توش چیه. نه نمیدونم. دروغه. اینم چقدر چیزایی که به هم نمیخونه اصلا. اینو واقعا سالهاست نپوشیدمش و دلم نمیاد بدم بره، نمیدونم باش چیکار کنم. اینو مطمئنم امسال اصلا اینقدر بدم میاد من الکی پارسال خریدمش. خب یه سری لباس تو خونه تابستونی دارم که اینم جزوشه، اینم جزوشه. اینا چی دارم بذارم اینجا. اینم واسه تابستون خوبه. اینم یه کت شلواری که واقعا اشتباه بزرگی بود انجام دادم. کت شلواری که برام دوختن زمانی که توی ریتیل کار میکردم، ولی دیگه از ریتیل که اومدم بیرون هیچ وقت نپوشیدمش و نمیدونم اصلا باش چیکار کنم. میتونم بذارمش با این یکی که نمیدونم باش باید چیکار کنم. بعد یه کوئسچن مارک هم بذارم روش که بدونم این بخچه لباس هایی است که باهاشون نمیدانم چه کار کنم.
حالا میتونم لباسایی که روی میز گذاشته بودم و بیارم. خب همه اون لباسا رو آوردم گذاشتم اینجا. قشنگ اینجا رو شلوغ کردم. مسئله که هست اینه که من چون به چمدونم چند وقت دیگه نیاز دارم نمیخوام این لباسا رو همجوری تو چمدونم بذارم. واسه همین 2 تا از این بخچه‌هایی که قبلا داشتم و استفاده میکردم و الان نمیکنم رو آوردم. اینا یه سری چقدر کثیفه. یه سری بخچه‌های بزرگتر و کثیف‌تر آوردم. اینا یه ذره بزرگترن که میتونم راحت‌تر لباسای بیشتری توش بذارم. هم زمستونی هم حجمشون بیشتره و همین که اگه بخوام چمدونم رو خالی بکنم میتونم راحت‌تر خالیش بکنم. اول این کلاه ملاهامو میام این چون میذارم که آلردی دارم این وسیله ها رو این تو. مشکل اینجاست که من یه سری وسایل زمستونیمو جمع کردم سنگین زمستونی. بعد میبینم که هوا همچنان قرار سرد بمونه و قصد گرم شدن نداره و اینجوری هم که شاید نباید جمعشون کنم. نمیدونم. خب بیام این دوستمون رو باز کنم. این بخچمون رو. خب بیام ببینم چی بیشتر از همه دارم. این لباسامو اینوری بذارم. دارم یه جوری فکر میکنم بذارم که هم مرتب بمونن همین که قابل دسترس و دید باشن. خب چون جا داره نمیخواستم قاطی بذارم ولی بعدن که خواستم همه زمستونیامو خدا بخواد ایشالله جمع بکنم میذارمشون قشنگ دسته بندیشون میکنم. خب یه سری لباسم دارم که باید اونا رو توی دسته جدا بذارم. میذارمشون فعلا این تو. چون دوباره میخوام بیام سراغ این لباسا و لباسای زمستونیم هنوز کلیش مونده واسه همینه که اینا رو لیبل بندی نکردم ولی خیلی خوب تونستم تا اینجا گروه بندیشون بکنم و این بخچه‌های زیپ دارم خیلی 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 ازشون راضیم. الان من یه چمدون مرتب و منظم دارم و کلی هم توش لباس. زندگی من برگردونم به حالت اولش. دستاورد امروزم چی بود؟ این بودش که توی زمان کم قرار نیست یک روزم رو بهش اختصاص بدم، قرار نیست خودم رو خسته بکنم. توی یک زمان خیلی کم نهایتاً 1 ساعت بتونم یه تیکه شلوغ خونم رو که باعث شده مغزم شلوغ بشه بتونم حلش بکنم. رفتم توی انباری پایین خونم یه چمدون که نمیدونستم دقیقاً توش چی دارم رو برداشتم. به چمدونم نیاز دارم چند وقت دیگه. به جای که صبر کنم اون موقعی برسه که به چمدون نیاز دارم اومدم چمدون رو برداشتم خالی کردم ببینم توش چی دارم چی ندارم. مرتبش کردم دسته بندیش کردم یه جوری توش رو دوباره پر کردم که خیلی راحت بتونم خالیش بکنم. اون کپه لباسی که گوشه خونم بود و نامرتب کرده بود خونم و اونو ارگنایز کردم اونو توی چمدونم اضافه کردم. الان دیگه میز کارم خلوت مرتبه. همه اینا بیشتر از 1 ساعت وقت من رو نگرفت و نه خسته شدم و الانم میتونم به زندگیم ادامه بدم و کارامو انجام بدم. به همین راحتی به همین سادگی میتونیم خونمون رو مرتب بکنیم. قرار نیست کل خونه رو مرتب بکنیم. میتونیم برنامه ریزی بکنیم. من امروز 3 تا کار انجام دادم شایدم بیشتر. مطمئنم همه شما میتونید خیلی راحت مرتب بکنید. مثل من یه چیز کوچولو یه گوشه خونه یه سری از لباسا فقط کافیه که یه ذره بهش توجه بکنید و یه زمان خیلی کمی مثل 1 ساعت برش بذارید. پاشین الان فکر کنین کجا رو میتونین مرتب کنین. حتی یه جای خیلی کوچیکو همین حالا پاشین. خدافظ.